دوستان سلام، روزتون بخیر. تو این قسمت از آموزش ها میخوایم بریم ببینیم که چطور میتونیم بونس خودمون رو با ثبت نام کردن توی سایت دریافت بکنید. خب من روی رفرالی که از طریق سایت ساخته بودم و ارسال کردم براتون اینجا میزنم و وارد پلتفرم The True Trade میشم. خب اینجا فقط این نکته رو حتما باید یادتون باشه که اگه میخواین اکانت بسازین حتما از طریق جیمیل یا تلگرام باشه که من ترجیح همینه که از طریق تلگرام این کارو بکنید، چون هم امن‌تره هم راحت‌تره. یعنی عملاً هر جایی که تلگرامتون کانکت باشه و دسترسی نداشته باشین به جیمیلتون، به راحتی میتونید وارد اکانتتون بشید. اینجا روی کانکت تلگرام میزنم، منتظر میمونم که وارد ارزم به حضورتون صفحه لاگین تلگرام بشه. شماره موبایلم رو وارد میکنم به صورت تستی و منتظر میمونم که کد برام بیاد. خب کد رو از اینجا بر میدارم. البته نیازی نیست، میتونم کانفرم بکنم چون روی تلگرام اکسپت بود، فقط کافیه که کانفرم بکنم. دوباره برمیگردم به این صفحه و فکر کنم اینجا اگه رفرش بکنیم، بله اینجا همه چیز اوکیه. اینجا داره من تاییدیه میگیره، یا اکسپت میکنیم و منتظر میمونیم که وارد اکانتمون بشیم. خب همونطور که میبینید اینجا ما وارد شدیم و عملا به سرعت $20 به حساب ما به عنوان بونس ثبت نام واریز شد که خداییش هم سرعتش خیلی خوب. من خودم فکر نمی‌کردم به این سرعت به حساب واریز بشه، ولی در آن واحد $20 توی حساب ما اگه نگاه بکنید اینجا داره نمایش داده میشه که 20 تتر معادل $20 الان تو اکانتمون داریم. فقط یه چیزی رو حتما حواستون باشه دوستان که یک سری شرایط داره، یعنی شرایط بونس $20 تون که البته همش هم مال خودته، یعنی سود بی نهایت تماما مال خودتون. یک سری شرایط داره که حجم معاملاتی $15,000 رو باید داشته باشید، حداقل باید 1 دقیقه در مجموع معاملاتتون باز بوده باشه و 3 تا معامله هم حداقل انجام داده باشید و حتما هم باز هم تاکید میکنم که باید از طریق تلگرام لاگین کرده باشید یا جیمیل، ولی باز ترجیح من تلگرامه. و یه نکته هم باز دقت کرده باشید و حواستون باشه که کلا سود بی‌نهایت، یعنی هر چقدر که سود بکنید، هر چقدر که روی اکانتو رشد بدید، همش برای خودتونه و هیچ چیزی به هیچ کس دیگه تعلق نمیگیره. به راحتی میتونید تمام این برداشت‌ها رو انجام بدید. خب دیگه چیز دیگه نمیمونه، بقیه آموزش‌ها رو عملاً توی قسمت‌های دیگه سایت تا تمام موارد و دکمه‌ها و آپشن‌های سایت رو بهتون آموزش دادم. فقط می‌خواستم تو این ویدیو کوتاه بهتون یاد بدم که چطور میتونید از طریق رفرال وارد بشید و این بونس $20 رو دریافت کنید.